سلام دوستان، تو چطور آمدیم با یه ویدیو وارز و امروز قرار است پک معرفی کنیم و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا پکمون هست پک RBW 16X. این آیرون، این گلد و بله این اسکای، این بد RBW، این مپ، این چه اوکی دهیم. اوکی یه دونم از این بگیری، یه دونم از این. اوکی آقا پک بالیه. این وولش هم من دوست دارم، وولشو خیلی دوست دارم. وای چجوری نخورد، وای 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 نیم قدم وای. بدم اوکی منی. آقا پک بالیه، پکو من خودم استفاده میکنم بعضی وقتا. حالا بگم بعضی وقتا نگین، یعنی پک خوبی نیست. پک خوبیه، من استفاده میکنم. بچه من همه این پک ها رو چند تاشونو از پک چیز ریختم، از سایت اون چیزه یه نوشته فری پک بای توری. آره من از اون ریختم این 3 تا پک رو، امیدوارم که از این پک خوشتون بیاد. اوکی آقا باختیم، بریم واسه مچ بعد و پک دوم. اوکی آقا پک دوم هست پک صرف 16X. آره این آیرون، این گلد. آره آقا این پکش اسکای شبم دوست دارم من. وولهای پک رو بنده راضی هستم. آجین الان فکر میکنه من میزنیم پدشو میزنه. مرسی ماشالله داداش، ایول به این بازی خفن. آره آقا دوست دارم من این پکو، واقعا دوست دارم. آره واقعا دیگه واقعا پکو دوست دارم. ببینید دیگه فجا وقتی میگم پکو دوست دارم دیگه چیه. جی من انس بمیر دیگه. اسکال پلش. من بدمونم میزنه دمیاد یا عمل دیر کردی از قدرت مهتاب. This is the end. آقا خوش اومدیم به مچ آخر و پک آخر. این پک هم 16X آیرون گلد یا موسی بن رضا. چرا اینجوری بودی؟ وای چرا این اینجوری بود؟
یالی مور بابا این خیلی قویه. خوب زدیمش الان. میدونیم بعد این پک چیه؟ فایر بالاش هیچ چیزی ندارن، یعنی مدلی ندارن. فایر بالای عادیه ولی وولاش بالا، وولای قشنگ خوشگل. بله آقا این ما قسم بازی نبود، فقط داشتم اونجوری در مورد بازی چیز میکردم، گیم میگفتم و پک و اینا. آره آقا امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.